بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. در برنامه اذکار در خدمتتون هستم. امیدوارم که باز هم بتونیم در راستای بهبود و بهتر شدن و مفهوم و معنادار شدن اذکار خودمون در ضمن فعالیت‌های روزمره زندگی پیشگام باشیم و موفقیت لازم رو به دست بیاریم. ذکر الهی همونطوری گفتیم جنبه‌های مختلف داره و کلمات معینی بی معنایی نیست که به زبان بیاریم بدون اینکه پیام معین و وظیفه معینی رو برامون داشته باشه. اساسی ترین وظایف شرعی و دینی ما رو در بر داره. مهمترین امور مرتبط به سعادت و خوشبختی ما رو به همراه داره. یکی از بنیادی ترین اذکار یا بسته های ذکری که دین برامون گذاشته تا اینکه فراموش نکنیم، تا اینکه دچار غفلت نشیم، تا اینکه زندگی روزمره و انشغال‌ها و امور متعددی که در 24 ساعت باش درگیر هستیم ما رو از اولویت‌های زندگی ما غافل نگردونه. برای همه اینها الله متعال بعد از اینکه شهادت توحید یا افضل الذکر یا بهترین ذکر رو برامون تجویز کرد تا شاه کلید در اختیارمون باشه، از ابتدای زندگی تا انتهای زندگی با این شاه کلید و با این سکه ارزشمندی که از طرفی توحید رو داره و از طرفی تطبیق این توحید رو با رسالت و ایمان به رسالت و اطاعت رسول داره. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. برای اون بسته دومی رو میاره که اون بنیادی ترین بسته عبادی هست، اون نماز هست، ستون دین هست. نمازی که متاسفانه ما بهش میگیم نماز میخونم و از اینجا اشتباهمون شروع میشه. نماز خواندنی نیست، نماز به پا داشتنی هست. قرآن میگه اقیموا الصلاة. نماز رو به پا دارید، چون بسته ای هست که درش از کار متعدد ضمن فعالیت‌های عملی و ضمن یک عملکرد در برگیرنده جامع و شاملی که هم درش قیام هست، هم درش قعود هست، هم درش سجود هست، هم درش رکوع هست. یعنی تمام هیئت‌های مختلفی که انسان میتونه درش باشه همه اینها رو شامل شده تا اینکه در زندگی خودمون در هر حالی که باشیم بدونیم که باید خاشعانه و خاضعانه در مقابل الله یکتا بایستیم و حکم او رو گردن بنهیم، بزرگی او رو یاد کنیم و دستها رو به سینه ببندیم، در مقابل او کرنش کنیم، سر خم کنیم
و عظمت او رو ابراز کنیم و اعتراف کنیم، سر به سجده بذاریم و باز هم علو و کبریا و مقام والای پروردگار متعال رو به زبان بیاریم، بشینیم و شهادت یکتای او رو بگیم و در انتها با سلام پیام دین با تمام انسانیت از این عبادت بیرون بیاییم. پیامی که درش امنیت، صلح و آرامش در تمام عرصه های زندگی وجود داره. رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماند که نماز با تکبیر حرمتش آغاز میشه و با سلام خاتمه پیدا میکنه. تکبیری که مقام الله رو به جا میاره، رابطه انسان با معبود رو تعبیر کننده هست و سلامی که رابطه انسان با مخلوق رو بیانگر است. گفتم که نماز یا صلات، که نماز در واقع ترجمه فارسی این واژه هست که نباید ترجمه کرد. ما خیلی از واژه ها داریم که باید ترجمه نشه، باید در حقیقت اینها با همون اصل واژگان عربی بمونه تا معناش از دست نره، چون یکی از اسبابی که معانی دچار تحریف و تبدیل میشه ترجمه هست. ترجمه انجیل به از زبان عبری به زبان لاتینی و از لاتین باز به زبانهای دیگه این نتایج رو بار آورد. حضرت عیسی وصفش این بود که به عنوان بنده مطیع الله است، مثل ما میگیم عبده و رسوله، و عبد در عربی دو معنا داره. در زبان فارسی هم ما میگیم غلام، هم غلام میشه فرزند یا بچه و هم میشه برده. برده اون کسی است که در اختیار مالک هست و بچه یعنی فرزندش. مترجم معنای برده رو میکنه فرزند. در نتیجه عیسی مسیح به جای اینکه باشه عابد و بنده الله میشه فرزند، نعوذ بالله خدا. ترجمه اینطوری، ترجمه ها به این صورت کلمات واژه ها رو میتونه مغلوب بکنه. کلمات زیادی هست در زبان ها که چند معنا هست، سیاق و سباق رو کسی در نظر نگیره میتونه به کیف خودش ترجمه کنه. به خاطر این ترجمه نکردن خیلی از واژه ها به جای و اصل اون رو نگه داشتن در حقیقت حفاظت متن و مفهوم اساسی اون پیام میتونه باشه. و عظمت قرآن هم در اینجاست که اصل زبان عربی و اصل متن نازل شده و کلام الهی با حروف و اصواتش برامون مونده. در نتیجه هیچ ترجمه‌ای نمیتونه زمینه‌ای رو برای تحریف و تبدیل ایجاد بکنه. کلمه نماز هم متاسفانه با ترجمه‌ای که شده از آن نتونسته معنای صحیح خودش رو انتقال بده. در واقع نماز در معنای اصلی عربی که صلات هست
صلات به معنای اصل دعا هست. دعا یعنی رابطه‌ای که بین مخلوق و خالق بر اساس نیاز و حاجت و وابستگی و دلبستگی وجود داره. الله متعال به موسی علیه السلام توصیه میکنه، میگه و اقیم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بیار برای ذکر من. و جامع ترین، بنیادی ترین ذکر نماز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اهمیت نماز فاصله بین بنده و بین کفر رو نماز قرار دادند. یعنی بعد از اینکه توحید رو گفت، نماز هست که این میثاق رو محفوظ نگه میداره. نماز هست که این تعهد یکتاپرستی انسان با خالق رو در 24 ساعت شبانه روز زنده نگه میداره. من ترک الصلاة فقط کفر، فقط اشرک. اون کسی که نماز رو رها کرد دچار شرک و کفر شده. این احادیث یا این گفتار نبوی پیامبر صلی الله علیه و سلم موجب شده که خیلی از اهل علم تارک نماز رو به عنوان فرد خارج شده از دین تعریف کنند. به صرف نظر از اختلاف فقهی که وجود داره در این موضوع، بحث اهمیت این هست که این نماز و اون چیزی که ما در واقع میخونیم ولی اقامه نمی کنیم بزرگترین مهمترین ذکر هست. بسته ای از ذکر هست که برامون از تکبیر الهی شروع میشه و تعظیم و علو الله متعال رو در بر داره و حمد و ستایش اون رو و خاتمه و تشهد و شهادت و سلام پیدا میکنه. این بسته عبادی رو برای اینکه ما محفوظ نگه بداریم، برای اینکه این ذکر رو به معنای صحیح با حضور ذهن انجام بدیم، برای اینکه دچار آفت نفاق نشیم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا و دچار این سستی و تنبلی که بی انگیزه بودن منافقین نشیم. فهم این عبادت یا این ذکر برامون اهمیت خاصی رو داره. قرآن کریم تفصیل این ذکر رو برامون نیاورده، بلکه در بیش از 60 مورد یا تقریبا 64 مورد این واژه اومده که یا امری هست یا وصفی هست و کیفیتی رو بیانگر است، چه در قالب عمل عبادی اهل ایمان و چه در قالب عملی که به طور خصوص با نام نماز یا قرب به الله یا ذکر الهی مطرح میشه. ولی در مجموع در هر قالبی باشه مهم اینجاست که این عبادت یکی از بنیادی ترین عبادت یا ذکر بعد از توحید به شمار میاد. شناخت اون، فهم اون، حضور ذهن داشتن و مفاهیم این ذکر رو در ذهن تلقی کردن و تداعی کردن، حیثیت اون رو و تأثیر و ارزش اون رو جای خودش قرار میده. ما برای اینکه بتونیم در زندگی روزمره خودمون با استمداد به الله و تداعی مقام و جایگاه پروردگار متعال و اهمیت شریعت او زندگی سپری کنیم، لازم هست که این رابطه رو داشته باشیم. لازم است که به این زنجیر محکم پایبند بمونیم تا اینکه خط عبودیت و اطاعت الله متعال رو از یاد نبریم.
وقتی که به این پایبند موندیم، در ضمن این پایبندی تداعی کردن مفاهیم و معانی موجود در این ذکر کلی بسیار مهم است. تکبیر بسیار اهمیت داره. مکرر ما در هر بخشی انتقالی که از بخش به بخش دیگه صورت میگیره تکبیر میگیم. یعنی این عظمت و کبریا و این مقام الهی به خودمون تلقین میکنیم که از یاد نبریم. در مقابل حکم الهی هیچ حکمی رو ترجیح ندیم. در این جایی همیشه این مقام الهی رو، کبریای الله رو در نظر بگیریم. چقدر ارزشمند هست که ما در زندگی خودمون در هر قدمی، در هر موضوع مسئله‌ای اینو در ذهن داشته باشیم که الله اکبر، حکمش، امرش، نهیش، حاکمیتش، سلطش، عقابش، حسابش، کتابش، اجر و پاداشی که میده، همه اینا مقام و حیثیتش برتر است. این اکبر بودن حجم جسمی رو نمیرسونه، اکبر برتری رو در هر چیزی میرسونه، والاتر و بزرگواری رو در هر زمینه‌ای میرسونه. مکرر اینو میگیم تا اینکه در هر جایی این رو از یاد نبریم. علو او رو، ربوبیت او رو، عظمت او رو تکرار میکنیم، تسبیحش میگیم. همه اینا به خاطر اینکه دچار اختلال در رفتار و زندگی خودمون، پایبندی به نظام و شریعت نشیم. نه گفتار ما، نه پندار ما، نه اخلاق ما و نه رفتار ما دچار مخالفت با اوامر و شریعت نشه. ما اگر داخل تفصیل تمام ارکان نماز بشیم بحث طولانی هست، ولی فقط من خواستم که وقتی که میگیم اقیم الصلاة لذکری، صلات رو واقعا به عنوان ذکر الهی در نظر بگیریم و به طور جدی در تداعی معانی و مفاهیم و یادگیری این مفاهیم در سعی و تلاش باشیم که این ذکر محقق بشه و نتیجه این ذکر هم در زندگی عملی خودمون ببینیم. ان صلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز که ذکر الهی هست انسان رو از فحشا و منکر باز می‌داره و ذکر الهی برتر است. این برتری در واقع برمیگرده به ذکری که در درون این نماز وجود داره. و جالب اینجاست که اونجایی که نماز یا قرب به الله یا مراسم عبادی غیر مشروع اومده، صلاتهم هست. و ما کان صلاتهم الا عند البیت الا بکاء و تصدیه، نماز مشرکین یا نمازی که اهل نفاق یا غیر مؤمنین یا پیروان ادیان دیگه انجام میدند. هم عن صلاتهم ساهون، نماز خودشون، این نماز ویژه خودشون هست. نماز دینی نیست که برامون رسول الله صلی الله علیه و آله آورده. هر قومی برای خودشون یک وسیله‌ای دارن. شما حتی میتونید به مراسم عزاداری که انجام میشه هم اسم صلات بذارید، در معنای اونها صلات هم هست، چون وسیله‌ای هست یا یاد آورنده مفاهیم بنیادین فکر اونها هست. صلات اونها هست، حالا اگرچه مراسم عزاداری هست. صلات اونها با صلاتی که دین آورده برامون اقیم الصلاة گفته بسیار متفاوت است. در این کبریا و عظمت و جایگاه مقام الهی با الفاظ مختلف و جامع و مانع تعریف شده است تا ما در زندگی عملی خودمون این مقام رو بیاد داشته باشیم. اما صلاتی که بقیه
گرایش های فکری و دینی و مذهبی دارن صلات ویژه خاص و اون چیزی هست که مرتبط با مهمترین امور ذهنی و فکری اونها هست. چی میخواد محرمی باشه و چی میخواد مراسم دیگه در بقیه ادیان باشه. از الله متعال میخوایم که نمازهای ما رو که بنیادترین ذکر در زندگی ما هست رو پر رونق، پربار و با مفهوم و هدفمند زنده قرار بده و ما رو در درک و تداعی معانی مفاهیم دینیمون توفیق بیشتری عنایت بکنه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.